سلام، من دکتر گیلانی هستم. میخوام فصل دوم کتاب ایکیگای رو براتون بخونم، رازهای ضد پیری. خوش اومدید به چنل کتاب نخون. البته منظورم این نیست که کتاب نخونید، منظورم اینه که اگر حوصله کتاب خوندن ندارید من براتون کتاب رو میخونم، بینش کلی با هم دیگه گپ میزنیم و چیزایی که لازم هستش رو من لابلاش براتون توضیح میدم. این در واقع ویدیو یک کتاب صوتیه، اما یه جاهایی ممکنه براتون یه سری نوت گذاشته باشم، پس هر چند وقت یه بار صفحه رو چک بکنید که اون نوشته ها رو هم ببینید. آخرش هم براتون جمع بندی میکنم و نکات مهمش رو میگم. بریم سراغ چیزهای کوچکی که موجبات یک زندگی طولانی و شاد رو فراهم میکنه. سرعت گریز پیری. بیش از یک قرن است که هر سال موفق می‌شویم چیزی حدود 0.3 سال به شاخص امید به زندگی خود بیفزاییم. اما فکرش رو بکنید اگر فناوری به جایی برسد که هر سال بتوانیم 1 سال به این نرخ اضافه کنیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در تئوری با رسیدن به سرعت گریز پیری به جاودانگی دست خواهیم یافت. سرعت گریز پیری و خرگوش. تابلویی را در آینده دور تصور کنید که عدد روی آن نشان دهنده طول عمر شماست. هر سالی که زندگی می کنید به این تابلو نزدیکتر می شوید و وقتی به این تابلو می رسید می میرید. حالا تصور کنید که یک خرگوش این تابلو را در دست گرفته و قدم زنان به سمت آینده می رود. هر سالی که زندگی می کنید خرگوش فقط 6 ماه دورتر می شود. در نهایت بعد از مدتی به خرگوش می رسید و می میرید. اما اگر هر سالی که شما زندگی می کنید خرگوش هم به اندازه 1 سال از شما دور شود چه؟ در این صورت هرگز به خرگوش نمی رسید و هرگز نمی میرید. سرعتی که خرگوش با آن به سوی آینده می رود فناوری ماست. هرچه فناوری و دانشمان از بدن بیشتر پیش برود، سرعت خرگوشمان نیز بیشتر شده و در نتیجه طول عمرمان نیز افزایش می‌یابد. سرعت گریز پیری یعنی زمانی که سرعت خرگوش در طول 1 سال عمر ما به اندازه 1 سال از ما فاصله می‌گیرد و ما جاودانه می‌شویم. محققانی نظیر ری کورزوویل و اوبری دیگری ادعا می کنند که ما طی چند دهه آینده به این سرعت گریز خواهیم رسید. دانشمندان دیگر چندان خوشبین نیستند و پیش بینی می کنند که ما به حد خاصی خواهیم رسید. اما هر چقدر هم که به فناوری دسترسی داشته باشیم، باز هم نمی توانیم از آن حد و سن خاص فراتر برویم و به عمری جاودانه دست یابیم. برای مثال برخی از زیستشناسان ادعا می‌کنند که سلول‌های ما پس از حدود 120 سال دیگر هرگز قادر به بازسازی خود نخواهند بود. ذهن فعال، بدن برنا. حتما این ضرب‌المثل را شنیدید که ذهن سالم در بدن سالم. این ضرب‌المثل به ما یادآوری می‌کند که ذهن نیز به اندازه جسم اهمیت دارد و اینکه سلامت ذهنی و جسمی انسان به یکدیگر مرتبط هستند. سلامت ذهن نشان از سلامت جسم می‌دهد و سلامت جسم نشان از سلامت ذهن. یکی از عوامل کلیدی جوان ماندن جسم حفظ یک ذهن فعال و سازگار است. داشتن ذهنی جوان شما را به سمت یک سبک زندگی سالم سوق می‌دهد و این سبک زندگی سالم به نوبه خود روند پیری را کند می‌کند. همونطور که فقدان ورزش و حرکات فیزیکی اثراتی منفی بر بدن و خلق و خوی ما می‌گذارند، فقدان ورزش ذهنی هم برای ما مضر است. زیرا باعث تضعیف نورون‌ها و ارتباطات عصبی ما شده و در نتیجه توانایی ما برای واکنش به محیط اطراف را کاهش می‌دهد. به همین خاطر تمرین و ورزش مغز نیز به اندازه تمرین و ورزش جسم اهمیت دارد. یکی از حامیان اصلی ورزش ذهن، شلومو برزینتس، عصبشناس، استدلال می کند که مغز برای حفظ شکل خود نیاز به تحریک و انگیزه بسیاری دارد. او در مصاحبه تلویزیونی خود با ادوارد پونست اظهار داشت:
اغلب تنش بزرگی میان کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، خواسته ها و تمایلاتمان و چیزی که برایمان مفید است وجود دارد. به همین خاطر است که همه ما به ویژه کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است، تمایلی به تغییر راه و روش زندگیشان ندارند و دلشان می‌خواهد که کارهایشان مطابق روند همیشگیشان پیش ببرند. مشکل اینجاست که وقتی عادتی در مغزمان ریشه می‌دواند، برای انجام آن دیگر نیازی به فکر کردن نداریم. ذهنمان کنترل را به دست خلبان خودکار می‌سپارد. و خلبان خودکار ذهنمان نیز ما را به سمت انجام سریع کارهای روتینمان سوق می‌دهد. به همین خاطر است که شکستن یک روال و عادت کار بسیار دشواری است، زیرا بدنمان بدون آگاهی به انجام این عادت دست می‌زند و تنها راه شکستن آن مواجهه مغز با اطلاعاتی جدید است. با ارائه اطلاعات جدید، مغز ارتباطات جدیدی ایجاد نموده و دوباره احیا می شود. پس فراموش نکنید که همیشه خودتان را در معرض تغییر قرار دهید. قرار گرفتن در معرض تغییر برای سلامت مغز بسیار مهم است. حتی اگر این کار به معنای خارج شدن از منطقه امنتان و احساس اضطراب باشد. توی پرانتز یه چیزی بگم، کسانی که دوره تندخوانی من و دوره تقویت حافظه‌مو بودن، اونجا کلی درباره این مباحث صحبت کردیم، کلی تمرین‌هایی برای تمرکز و حافظه دادیم و اینکه اصلا مغزمون رو چجوری جوون نگه داریم. و اگه ذهن شما، مغز شما فعال باشه، جوون باشه، این هم روی روحیتون اثر میذاره، هم روی سبک زندگیتون و هم حتی روی بدنتون. اگر که دوست دارید یه سری از این تمرین ها رو توی یوتیوب هم براتون بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید که ویدیوشو درست کنم. بریم سراغ ادامه کتاب. علم اثرات ورزش و تمرین‌های ذهنی را ثابت کرده است. کالینز همینگوی و شلومو برزنیتس در کتاب حد اکثر قدرت مغز به چالش کشیدن مغز برای سلامت جسم و خرد عنوان می‌کنند که تمرین ذهن در سطوح مختلف مفید و کارآمد است. وقتی برای اولین بار شروع به ورزش و تمرین دادن ذهنتون می‌کنید، کار دشواری به نظر میرسه، اما بار دوم این کار براتون ساده‌تر میشه. ورزش ذهن تأثیر فوق‌العاده‌ای روی خلق و خوی افراد داره. وقتی نحوه انجام این کار رو می‌آموزید، با اثرات شگفت‌انگیز و کارساز اون هم آشنا میشید و این تحولیه که به خودی خود هم بر نتایج به دست آمده و هم بر ذهنیت ما از خودمان تأثیر می‌گذارد. شاید این توصیف از ورزش ذهنی کمی رسمی به نظر برسد. در کل تعامل با دیگران، برای مثال بازی با آنها، موجب ایجاد محرک‌های جدیدی می شود که از افسردگی‌های ناشی از تنهایی جلوگیری می کند. وقتی پا به دهه 20 زندگی خود می گذاریم، نورون‌های ما روند پیری خود را آغاز می کنند. بله، به همین زودی. اما خبر خوب این است که این روند با فعالیت‌های فکری و میل به یادگیری کند می شود. مواجهه با موقعیت‌های جدید، یادگیری چیزهای جدید به صورت روزمره، بازی و سرگرمی، تعامل با دیگران از استراتژی‌های ضد پیری برای ذهن محسوب می‌شوند. استرس متهم ردیف اول قتل طول عمر. همه ما در میان اطرافمان کسانی را میشناسیم که مسن‌تر از سن واقعیشون به نظر میرسند. تحقیقات بسیاری در زمینه علل پیری زودرس انجام شده که نشان دهنده نقش به سزای استرس هستند. بدن ما در دوره‌های بحرانی بسیار سریعتر فرسوده میشه. مؤسسه استرس آمریکا این فرایند تخریبی رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که بسیاری از مشکلات سلامتی ما ناشی از استرسه. محققان بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ در یکی از مطالعاتشان با دکتری جوان مصاحبه انجام دادند و او را وادار به حل مسائل پیچیده ریاضی به مدت 30 دقیقه کردند تا موجب افزایش سطح استرس او شوند. سپس از او نمونه خون گرفتند و به این نتیجه رسیدند که آنتیبادی‌های بدن او با استرس درست مثل عوامل بیماریزا رفتار کرده و به آن واکنش نشان می‌دهند و پروتئین هایی را فعال می کنند که پاسخ ایمنی بدنش را تحریک می کردند. مشکل اینجاست که این واکنش تنها عوامل مضر را خنثی نمی کند، بلکه به سلول های سالم نیز آسیب می رساند و در نهایت موجب پیری زودرس اونها میشه.
دانشگاه کالیفرنیا نیز مطالعه مشابهی را انجام داد. این دانشگاه در مطالعه خود از 39 مادری که به دلیل بیماری یکی از فرزندانشان متحمل استرس بالایی بودند نمونه خون گرفت و این نمونه ها را با مادرانی که تحت تاثیر چنین استرسی قرار نداشتند مقایسه کرد. آنها در نتیجه این مطالعه دریافتند که استرس با تضعیف ساختارهای سلولی به نام تومورها که وظیفه بازسازی سلولی و کاهش روند پیری سلولهای ما را به عهده دارند، سرعت پیری سلولی را افزایش میدن. بر اساس این مطالعه هرچه شدت استرس بیشتر باشد، اثر تخریبی روی سلولها نیز بیشتر شده و در نتیجه پیری سلولی با سرعت بیشتری رقم میخورد. خب تو پرانتز دوباره توضیح بدم، علیرغم اینکه هممون دیگه عادت کردیم خیلی وقتا یه مریضی داریم بریم دکتر میگه به خاطر استرسه، این دیگه چیز عادی شده و ما جدی نمیگیریمش، در صورتی که واقعا استرس میتونه هم روی ذهنمون به ذهنمون آسیب بزنه، هم به جسممون. حالا هیچ فرقی هم نداره که شما توی چه سنی باشی، حتی برای کودکان و نوجوانان هم استرس میتونه بیماریزا باشه. پس تا جایی که میتونیم باید استرس های زندگیمون رو کم بکنیم و یه چیزی که مهمه اینه که بدونیم که استرس تا یه حدی خوبه، چون عملکرد ما رو افزایش میده. مثلا بچه‌ای که امتحان داره به خاطر اون استرس بیشتر میتونه درس بخونه، مغزش همراهی بیشتری داره، سر جلسه امتحانم بهتر مطالب به یادش میاد. ولی وقتی این استرس بیشتر میشه، مثلا بچه از نتیجه آزمونش بخواد بترسه یا دلهره بیش از اندازه داشته باشه، اون استرس هم به بدنش هم به مغزش آسیب میزنه. حالا این برای سنین بالاتر هم صادق هستش، هر کس به شکلی. استرس باعث میشه که ما تو کارمون خیلی بهتر عمل بکنیم، اما اگه از یه حدی بالاتر باشه باعث میشه که ما آسیب ببینیم. 2 تا کار باید بکنیم. اولیش چیه؟ اینه که سعی کنیم استرس های زندگیمون رو کمتر کنیم تا جایی که میتونیم و مهمتر از همه این که خودمون برای دیگران استرس ایجاد نکنیم. ما برای همسرمون، برای بچه‌هامون، برای خانواده‌مون، واسه دوستامون خودمون موجب استرس نباشیم. و نکته بعدی اینه که از یک سری تکنیک‌های ضد استرس استفاده کنیم که حالا نمیدونم که تو این کتاب در واقع چقدر مطالبی که میگه میتونه بهتون کمک کنه. مطالبش جالبه ولی تکنیک‌هایی هستش که خیلی ساده است و شما میتونید با استفاده از اونها استرستون رو کم کنید. بازی‌هایی هست که کمک میکنه شما با استفاده از اونها استرستون رو کم کنید و اگر باز اونها رو هم دوست دارید تو کامنت برام بنویسید تکنیک‌های ضد استرس که من براتون اونم ویدیو بکنم و جداگانه بذارم. بریم ادامه کتاب. تأثیر استرس. این روزها مردم با سرعتی دیوانه‌وار زندگی میکنند و تقریبا همیشه با هم در رقابتند. در چنین شرایطی بدن به طور مداوم اطلاعاتی خطرناک یا مشکل ساز دریافت می کند و استرس پاسخی کاملا طبیعی به این اطلاعات است. از نظر تئوری این واکنش‌ها نه تنها ضرری ندارد بلکه مفید هم هست، زیرا برای زنده ماندن و بقای ما در محیط‌های متخاصم به ما کمک می‌کنند. در دوران‌های باستان انسان‌ها برای مقابله با موقعیت‌های خطرناک و فرار از دست شکارچیان و حیوانات وحشی و در نهایت برای ادامه بقای خود از همین پاسخ استفاده می‌کردند. در حقیقت نیاکان ما در واکنش به تهدید دچار استرس می‌شدند که همین استرس به نوبه خود به حفظ بقایشان در آن شرایط خطرناک کمک می‌کرد. این واکنش DNA نیاکان ما را تغییر داده است و از طریق همین DNA به ما رسیده است. برای همین است که ما همچنان درست مثل نیاکانمان هرگاه احساس تهدید می‌کنیم فکر می‌کنیم که جونمون در خطره و دچار همون نوع استرسی میشیم که اونها توی اون شرایط و با اون تهدیدهای واقعی دچارش می‌شدن. زنگ هشداری که با استرس در سرمان به صدا در می‌آید به نورون‌هایمان فرمان می‌دهد که غده هیپوفیزمان را فعال کنند. غده هیپوفیز هم پس از فعالسازی هورمون‌های آزاد کننده کورتیکوتروپین تولید می‌کند و این هورمون‌ها به نوبه خود از طریق سیستم عصبی سمپاتیک در تمام بدن گردش می‌کنند. سپس غده فوق کلیوی برای ترشح آدرنالین و کورتیزول تحریک می‌شود.
آدرنالین تنفس و ضربان نبض ما رو بالا میبره، ماهیچه های ما رو آماده حرکت میکنه. در همین حین کورتیزول ترشح دوپامین و گلوکوز خون رو افزایش میده و اونا هم به نوبه خودشون انرژی ما رو افزایش میدن. بدین ترتیب بدن ما برای واکنش در برابر هر خطری و روبرویی با هر چالشی آماده میشه. خب بریم یه مقایسه داشته باشیم که توی کتاب به صورت یک جدول اومده که ببینیم که غارنشین ها و انسان های مدرن چه رفتارهای متفاوتی با هم داشتن. اول بریم سراغ غارنشین ها. بیشتر اوقات در حال استراحت بودن، اما انسان های مدرن بیشتر اوقات در حال کار کردن هستند و نسبت به هر تهدیدی هوشیارن. غارنشینا فقط تو موقعیت‌های بسیار خاصی احساس استرس می‌کردن، اما ما انسان‌های مدرن 24 ساعت شبانه روز یا آنلاین هستیم یا منتظر نوتیفیکیشن‌های تلفن همراهمون که این خودش استرس داره. غارنشین‌ها اونا تهدیدهای واقعی داشتن. هر لحظه ممکن بود یه شکارچی به زندگی اونا پایان بده. اینجا منظور از شکارچی یه حیوان بزرگتری که ممکن بوده مثلا اونا رو بخوره یا بهشون حمله کنه. اما ما انسان‌های مدرن مغزمون هر صدای تلفن همراه یا نوتیفیکیشن ایمیل را با تهدید یه شکارچی مرتبط میدونه و در واقع دچار استرس میشه. یه چیزو دوباره تو پرانتز بگم، خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم که خب موبایلم نوتیفیکیشن بیاد، زنگ بخوره، پیامک بیاد، چه ایرادی داره؟ اگه نخوام جواب نمیدم. ولی تمام این صداها در شما ایجاد استرس میکنه. حالا جالبه اینو بدونید که وقتی برای بچه‌ها موبایل یا تبلت میخرن و 24 ساعت دستشه یا حتی وقتی داره درس میخونه روی میزشه، هر صدای نوتیفیکیشن مثل یک در واقع زهریه که به بدن بچه‌م تزریق میشه، چون اونو شدیداً دچار اضطراب و استرس میکنه بدون اینکه خود اون فرد بدونه. بریم سراغ کتاب. غارنشین ها دوزهای بالای کورتیزول و آدرنالین رو تو مواقع خطر حس می‌کردن و همین باعث می‌شده که بدنشون سالم بمونه. اما انسان‌های مدرن اون دوز بالا رو تجربه نمی‌کنن، چون مثلا اون چیزی که باعث ترشح این هورمونا میشه یه صدای SMS، یه نوتیفیکیشن اینستاگرامه. این دوزهای پایین کورتیزول مدام توی بدنشون در جریانه و پیامدهای وسیعی برای سلامتشون داره. از جمله اونها میتونیم به خستگی، سندروم خستگی مزمن اشاره کنیم. خب اینم از این. بریم سراغ بقیه ماجرا. پس یه بار دیگه دوباره تو پرانتز بگم، هر چیز کوچیکی، هر صدای جدیدی، هر تیتر خبری که شما میخونید میتونه به شما یه شوک بده، به مغز شما یه شوک بده و استرس ایجاد بکنه. ولی انقدر تکرار شده، انقدر تعدادش زیاده تو زندگیتون، خودتون متوجه نیستید. فقط احساس میکنی که چقدر تپش قلب دارم، چقدر کلافم، چقدر الکی خستم، چرا مغزم خوب کار نمیکنه؟ برای اینکه تو دائما عزیزم در معرض استرسی و یه جایی باید اینو استاپ کنی. بریم سراغ کتاب. تمام این فرآیندها در حد اعتدال برای ما مفیدن و به ما کمک میکنن تا بر چالش‌های زندگی روزمره‌مون فائق آییم. اما استرسی که امروزه انسان مدرن در معرض آن قرار دارد بسیار مضر است. همونطور که بیش از این هم توضیح دادیم، استرس در طول زمان اثر تخریبی شدیدی روی بدن داره. وضعیت اضطراری پایدار بر نورون‌های مرتبط با حافظه تأثیر می‌گذارد و همچنین مانع ترشح برخی از هورمون‌ها میشه که عدم وجود اونا میتونه باعث افسردگی ما بشه. اثرات ثانویه بسیاری هم به همراه داره که از جمله اونها میتونیم به تحریک پذیری، بیخوابی، اضطراب و فشار خون بالا اشاره کنیم. به این ترتیب گرچه چالش و استرس در حد اعتدال برای فعال نگه داشتن ذهن و بدنمون مفیده، اما برای جلوگیری از پیری زودرس بدنمون باید تا حد ممکن از سبک زندگی پر استرس فاصله بگیریم. استرستان را کاهش دهید. خواه تهدیدی که احساس می‌کنی واقعی باشد و خواه غیر واقعی، استرسی را به جانمان میاندازد که نه تنها باعث اضطرابمون میشه، بلکه بر تمام عملکردهای بدنمون از سیستم گوارش گرفته تا پوستمون تأثیر میذاره.
به همین خاطر باید از هر آنچه که منجر به استرسمون میشه پیشگیری کنیم. به توصیه بسیاری از کارشناس‌ها یکی از راه‌های کاهش استرس تمرین تمرکز روی حواس پنجگانه است. یکی از بهترین روش‌ها برای تمرکز روی حواس پنجگانه غذا خوردن آگاهانه است. وقتی غذا می‌خورید کاملاً آگاه باشید. میتونه یک کشمش یا میوه یا هر چیزی برای خوردن باشه. حواس پنجگانه خودتون رو درگیر اون کنید. ابتدا کشمش رو در دست بگیرید و اون رو کاملا حس کنید. سپس اون رو نگاه کنید و تمام جزئیات اون رو بدون هیچ قضاوتی ببینید. رنگ، شکل، زبری و نرمیش رو حس کنید. سپس اون رو به سمت بینیتون ببرید و بوش رو حس کنید. سپس اون رو توی دهانتان بذارید و مزه‌اش رو متوجه بشید. میتونید برای خوردن غذا یا نوشیدنی ذهن آگاهی رو در نظر داشته باشید. یعنی حتی همون آبی رو هم که میخورید حس کنید. من برای این تمرین پیشنهاد دارم و قبلا هم این تمرین رو تو پیج اینستاگرام و کانال تلگرام گفته بودم. کاری که باید انجام بدید اینه که بعد از اینکه این فایل رو گوش کردید سعی کنید اون تایم صبحانه، ناهار یا شامتون رو یا حتی اون عصرونه‌ای که دارید رو اختصاص بدید به این تمرین. البته این تمرین یکی از تمرین‌های معروف لئوناردو داوینچی برای تمرکز حواسه. این تمرین کمک میکنه که شما هم استرستون کاهش پیدا کنه، هم به شدت آدم متمرکزی بشید و خاصیت این تمرین توی سادگیشه. فقط با این روالی که میگم بعد انجامش بدید. یه وعده‌ای که راحت‌تر هستید، عجله کمتری دارید رو انتخاب کنید. مثلا وعده ناهار. اون تایمی که برای ناهارتون هست لطفاً در واقع خودتون رو مشغول کار دیگه‌ای نکنید. بشینید پشت میز یا روی زمین و شروع کنید به غذا خوردن. وقتی که غذا می‌خورید سعی کنید از حواس پنجگانه استفاده کنید. یعنی قشنگ بوی غذا رو حس کنید و حدس بزنید که چه ادویه‌هایی توش به کار برده شده. وقتی غذا رو میجوید قشنگ احساس کنید که چه چیزی رو دارید می‌خورید. نرمیشو با زبونتون حس بکنید. حتی صدای غذا خوردنتون رو گوش بکنید. یه کاری که هیچ وقت تقریبا نمی‌کنیم اینه که به صدای غذا خوردن خودمون گوش نمیدیم. بسیار کار لذت بخشیه و بسیار استرس شما رو کم میکنه. چرا این تمرین رو لئوناردو داوینچی گفته؟ برای اینکه باعث میشه شما بیاین به لحظه حال. حتی برای اون مثلا تایم 1 رو 20 دقیقه‌ای که برای ناهار هست، سعی کنید که حداقل یه وعده‌تون رو تنها غذا بخورید و در سکوت غذا بخورید و سعی کنید از حواس پنجگانه استفاده بکنید برای اینکه در لحظه باشید. حتی اون قاشق چنگالی که دستتون میگیرید، سرماش، گرماش، سفتیش، همه اینا رو حس بکنید که حس لامسه هم درگیر بشه. و این تمرین در عین سادگی میتونه به شدت استرس روزانه شما رو کاهش بده و شما رو پرتاب کنه به لحظه زیبای حال. بریم سراغ ادامه کتاب. برای کاهش استرسمون روی خودمون تمرکز کنیم. باید به تمام واکنش هامون توجه کنیم و کاملا از اونها آگاه بشیم. حتی اگه این واکنش ها از سر عادت باشه، به این ترتیب آگاهانه با خودمون ارتباط برقرار میکنیم و کنترل افکارمون رو در دست میگیریم. روبرتو آلیسباد پس از تحمل یک دوره بیماری و استرس حاد تمام زندگی خودش رو رها کرد تا در زمینه ذهن آگاهی آموزش دیده و مدارک لازم برای مربیگریش رو دریافت کنه. او میگوید باید نحوه خاموش کردن خلبان خودکارمان را یاد بگیریم، چرا که این خلبان خودکار اغلب ما رو به سمت چرخه‌ای معیوب سوق می‌دهد که روحمان نیز از آن خبر ندارد. همه ما در میان اطرافیانمان کسایی را میشناسیم که هنگام صحبت با تلفن یا تماشای اخبار میان وعده میخورند. اکثر ما در حین غذا خوردن حواسمان به همه چیز هست الا غذا. چه موقع غذا خوردن سرگرم چرخ زدن توی گوشی همراهمون باشیم، چه صرفاً برای آروم کردن احساسات منفیمون غذا بخوریم. در هر حال حواسمان به اصل غذا نیست و این ماجرا میتونه مشکلاتی رو با خودش به همراه بیاره. مشکلاتی مثل پرخوری یا مصرف بیش از اندازه شکر. تمرین کنید که هنگام غذا رساندن به بدنتون بیشتر ذهن آگاهی داشته باشید. هنگام غذا خوردن کار دیگه ای انجام ندید و روی خود غذا تمرکز کنید. به هر لقمه‌ای که میخورید دقت کنید. غذا رو آروم آروم بجوید و طعم اون رو احساس کنید.
به پیام‌های بدنتون در مورد سیر شدن و غذای باقی مانده در بشقابتون توجه کنید. زمانی که در مورد آنچه می‌خورید بیشتر دقت می‌کنید، بهتر می‌تونید روی مصرف غذای مورد نیاز بدنتون کنترل داشته باشید. دوستان، این تمرینی که خدمتتون گفتم و توی کتاب هم بهش اشاره شده به شدت کمک میکنه که شما زودتر احساس سیری بکنید، چون مغزتون درگیر پروسه غذا خوردنه و نه چیز دیگه ای. پس کمتر میخورید و در عین ناباوری سالمتر میخورید، چون آگاهید که من الان دارم سبزیجات میخورم، من الان دارم پروتئین میخورم، من برنجمو کمتر میخورم، نونمو کمتر میخورم. مثلا ممکنه که اون دسر رو اصلا نخورم چون سیر شدم. ولی وقتی حواستون یه جای دیگه است، ممکنه به شدت پرخوری کنید و غذای ناسالم بخورید. من تجربه خودم بهتون بگم، من همیشه عاشق فست فود خوردن بودم و حالا توی اون دوره دانشجوییم همیشه فست فود میخوردم. حتی وقتی که تو خونه بودم ترجیح همین بود که یه اسنک چیزی خودم درست کنم و بخورم. اما وقتی با این تکنیک آشنا شدم و ازش استفاده کردم، که من اول برای کنترل استرس ازش استفاده کردم، بعد دیدم علاوه بر اینکه تمرکز منو بیشتر کرد، کم کم منو آگاه کرد که این چیزی که داری میخوری چیه. مثلا این مرغ سوخاری که داری میخوری پر از روغنه، این غذایی که داری میخوری پر از ادویه است. و از یه جایی به بعد اصلا باعث شد که خودم احساس کنم نه، من نمیخوام یه غذای ناسالم وارد بدنم بشه. در صورتی که قبل از این تکنیک اصلا توجه نمیکردم که چی دارم میخورم، فقط میخواستم خوشمزه باشه و سریع. برگردیم به کتاب. یکی دیگه از راههای مناسب برای تمرکز روی حواس پنجگانه مدیتیشنه. مدیتیشن به فیلتر کردن اطلاعات بیشماری که از دنیای بیرون به ما میرسند کمک میکند. البته میتوان از راههای دیگری مثل تمرین تنفس، یوگا و اسکن بدن هم به این تمرکز دست یافت. دستیابی به ذهن آگاهی مستلزم یک آموزش تدریجی است، اما همه ما با کمی تمرین میتونیم ذهنمون رو متمرکز کنیم و در نتیجه اون استرسمون رو کاهش بدیم. کاهش استرس هم به نوبه خود به طولانی تر شدن عمرمون کمک خواهد کرد. البته یادتان باشد که کمی استرس نه تنها هیچ ضرری به شما نمیرساند، بلکه حتی مفید هم هست. در حالی که استرس شدید و دائمی دشمن طول عمر و سلامت روح و جسمه، اما سطوح پایین استرس برای همه ما مفیده. دکتر هوارد فریدمن، استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، پس از یک مطالعه 20 ساله به نتیجه جالبی رسید. کسانی که متحمل استرس های ملایمی می شوند و در طول زندگی با چالش های متعددی روبرو شده و برای موفقیت و غلبه بر این چالش ها از ذهن و بدنشون کار می کشند، نسبت به کسانی که زندگی آرومتری رو در پیش گرفتن و خیلی زود خودشون رو بازنشسته می کنن، عمر طولانی تری دارن. با توجه به این نتایج، او تشخیص داد که کمی استرس و چالش توی زندگی نه تنها برامون درد سر درست نمی‌کنه، بلکه حتی برامون مفیده. بر اساس مطالعات او، کسانی که با سطوح کمتر استرس زندگی می‌کنن عادت‌های سالمتری هم دارن، حتی کمتر سیگار می‌کشن و کمتر سراغ نوشیدنی‌های الکلی میرن. پس این مسئله رو فراموش نکنید، چرا که در ادامه با افراد مسن بسیاری، کسانی که تا 110 سال یا بیشتر عمر کردن، آشنا خواهیم شد که همگی علت اصلی طول عمرشون رو زندگی سخت و کار کردن تا سنین بالا میدونن. نشستن زیاد شما رو پیر میکنه. کم تحرکی در دنیای امروز به نوعی سبک زندگی تبدیل شده که منجر به بیماری‌های متعددی مثل فشار خون بالا و چاقی میشه. و این بیماری‌ها به نوبه خودشون بر طول عمر انسان اثر میذارن. بی‌تحرکی در محل کار یا خانه نه تنها تناسب اندام عضلانی و تنفسیتون رو تهدید میکنه، بلکه موجب افزایش اشتها شده و میل شرکت در فعالیت‌های بدنی رو مهار میکنه. کم تحرکی به ویژه در دنیای امروز به نوعی سبک زندگی تبدیل شده که منجر به بیماری‌های متعددی مثل فشار خون و چاقی میشه و این بیماری‌ها به نوبه خود بر طول عمر انسان اثر میذارن. بی‌تحرکی در محل کار یا خانه نه تنها تناسب اندام عضلانی و تنفسیتون رو تهدید میکنه، بلکه موجب افزایش اشتها میشه و میل شرکت در فعالیت‌های بدنی رو هم مهار میکنه. کم تحرکی میتونه منجر به فشار خون بالا، عدم تعادل تو غذا خوردن، بیماری‌های قلبی عروقی، پوکی استخوان و حتی انواع خاصی از سرطان بشه.
مطالعات اخیر ارتباط تنگاتنگی رو میان کمبود فعالیت بدنی و تحریف پیشرونده تلومرها در سیستم ایمنی نشون میدن. کاهش طول تلومرها به نوبه خود باعث پیری سلولها و در نتیجه پیری کل ارگانیسم میشه. وجود تلومر به عنوان سپری دفاعی برای محافظت از ژنوم سلول یوکارتی اهمیت دارد. کاهش طول تلومرها منجر به از بین رفتن توانایی عملکرد این ساختار در انجام وظایف خود شده و در نهایت سلول رو به سوی نابودی میبره. این مشکلیه که در تمام مراحل زندگیمون با اون روبرو میشیم و مختص بزرگسالان نیست. کودکان کم تحرک هم از چاقی و تمام مشکلات و خطرات مرتبط با اون رنج میبرن. بنابراین ایجاد یک سبک زندگی سالم و فعال از همون سنین کودکی بسیار مهمه. تغییر کم تحرکی کار دشواری نیست، فقط به کمی تلاش برای تغییر روال روزمره‌تون نیاز داره. یه سبک زندگی فعالتر باعث میشه که احساس روحی و جسمی بهتری داشته باشید. فقط کافیه چند ماده رو به عادت‌های روزمره‌مون اضافه کنید. خب این عادت‌ها چیا هستن؟ اول اینکه تا محل کارتون پیاده برید یا حداقل هر روز 20 دقیقه پیاده روی کنید. من یه پیشنهادی بدم، اگر تو شهرهای بزرگ زندگی میکنید احتمالاً این پیاده رفتن تا محل کار یه مقدار سخت میشه. میتونید حداقل جایی که ماشینتون رو پارک میکنید یه مقدار فاصله داشته باشه با محل کارتون که مجبور بشید موقع رفت و برگشت یه مقداری پیاده روی کنید. مورد بعدی اینه که به جای آسانسور یا پله برقی از پله معمولی بالا برید. این برای وضعیت بدنی، ماهیچه‌ها، سیستم تنفسی و بسیاری موارد دیگه مفیده. در فعالیت‌های اجتماعی یا سرگرمی‌های جمعی شرکت کنید تا وقت کمتری برای لم دادن مقابل تلویزیون داشته باشید. غذاهای ناسالم رو با میوه جایگزین کنید. در این صورت با افزایش مواد مغذی بدنتون هم باعث میشه که نیاز کمتری به میان وعده داشته باشه. چرا؟ چون وقتی که شما ویتامین ها رو دریافت میکنید ذهنتون و مغزتون کمتر آلارم میده که چیزی بخورید. یه دلیل اینکه ما هی گشتمون میشه دوستان اینه که به اندازه کافی مواد معدنی و ویتامین ها رو مصرف نکردیم و متاسفانه وقتی هم که ذهنمون آلارم میده دوباره میریم سراغ خوراکی های خیلی شیرین یا ناسالم. یعنی اصلا اون نیاز باز هم برطرف نمیشه و ما دائما احساس گرسنگی داریم. خب بدن به میزان خاصی از مواد غذایی نیاز داره و مادامی که این مواد مغذی رو دریافت نکنه سیگنال های گرسنگی به مغز میفرسته. از اونجایی که ما با خوردن غذاهای مضر و ناسالم این مواد مغذی رو برای بدنمون فراهم نمی‌کنیم مدام احساس گرسنگی داریم. اما با خوردن غذاهای سالمی مثل میوه مواد مغذی مورد نیاز بدنمون فراهم شده و در نتیجه دیگه احساس گرسنگی نمی‌کنیم و نیاز به میان وعده پیدا نمی‌کنیم. مورد بعدی اینه که به قدر کافی بخوابید. 7 تا 9 ساعت خواب برای بدنمون کافیه. اما اگر بیشتر از این بخوابیم بدنمون بیحال میشه. دوستانی که کمتر از 7 ساعت در روز میخوابند مغزتون خیلی زود پیر میشه. ساعت خوابتون رو تنظیم کنید. خواب برای بدن بسیار مهمه. دقیقاً وقتی شما میخوابید بدنتون فرصت داره خودش رو بازسازی بکنه. مغزتون و حافظتون فرصت داره که خودش رو رفرش بکنه، پس خیلی مهمه. مورد دیگه اینه که با کودکان یا حیوانات خانگی بازی کنید یا به یه تیم ورزشی بپیوندید. با این کار نه تنها بدنتون رو تقویت میکنید بلکه حتی ذهنتون هم تحریک میشه و عزت نفستون افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی اینه که مراقب برنامه روزانه‌تون باشید. عادتهای مضرتون رو شناسایی کنید و اونها رو با عادتهای مثبت‌تر جایگزین کنید. به ایجاد همین تغییرات بسیار کوچیک و ناچیز میتونیم ذهن و جسممون رو دوباره احیا کنیم و امید به زندگی رو توی خودمون افزایش بدیم. دوستان اینجا تقریباً 7 مورد گفت که اگه بتونی اضافه بکنی به سبک زندگی واقعا جوان‌تر میمونی، حالت بهتره، هم ذهنت هم جسمت. پس اینا رو همینجوری براتون خوندم ازش رد نشید. حداقل بین این 7 مورد 2 تاشو انتخاب کنید و سعی کنید تبدیلش کنید به عادت. یعنی متعهد بشید که مثلا اگه من انتخاب کردم که تا محل کارم پیاده برم، تا دانشگاهم پیاده برم، یا اگر این کار نمیتونم بکنم ماشینمو یه ذره دورتر پیاده کنم که حداقل 10 دقیقه پیاده روی تا محل کارم داشته باشم، این کارو دیگه از فردا شروع کنید. و متعهد باشید که 3 هفته
تا حالا 1 ماه حتما انجامش بدید که دیگه بشه عادتتون. بحث اون اسنک هایی که توی کار یا بین کلاسامون میخوریم رو تغییر بدیم، بکنیمش میوه ها و با میوه جایگزین بکنیم. میدونم که این سخته، مثلا برای کسایی که بیرون از خونه هستن، ولی ایرادی نداره. صبح به صبح که میخوای کیفتو ببندی، یه ظرف کوچولو هم بردار، چند تا تیکه میوه خورد کن، با خودت ببر دانشگاه، ببر سر کار، ببر که وقتی احساس گرسنگی کردی به جای اینکه بری سراغ اون بیسکویتی که روی میزه، اون ظرف میوه کوچولو رو باز کنی و از اون مصرف بکنی. پس از این مواردی که گفتم چند تاشو انتخاب بکن و حداقل 2 تاش رو متعهد شو که شروع کنی به انجام دادن و حداقل 3 هفته تا 1 ماه بعد انجامش بدی که دیگه بشه جزء روتینه و ارزشش رو داره، نتیجهش رو خیلی خوب میبینی. بریم سراغ کتاب. راز و رمز مدل ها. همه ما هم از نظر خارجی یعنی جسمی و هم از لحاظ درونی یعنی روحی پیر میشیم. اما یکی از نشونه هایی که گویای سن همه ماست پوستمونه که با توجه به فرایندهایی که تو بدنمون انجام میشه بافت و رنگ‌های مختلفی به خودش میگیره. کسانی که تو شغل مدلینگ فعالیت میکنن همشون شب قبل از نمایش 9 یا 10 ساعت میخوابن. با این کار پوستشون ظاهری کشیده و بدون چین و چروک به خودش میگیره. البته درخشندگی خاصی هم به پوستشون میده. علم ثابت کرده که خواب یکی از ابزارهای کلیدی ضد پیریه، چون بدن ما در طول خواب ملاتونین تولید میکنه، هورمونی که به طور طبیعی تو بدن ما وجود داره. غده صنوبری این هورمون رو با توجه به ریتم روزانه و شبانه ما تولید میکنه. در حقیقت این هورمون از انتقال دهنده های عصبی سروتونین ما تولید شده و نقش مهمی تو چرخه خواب و بیداریمون داره. ملاتونین یه آنتی اکسیدان بسیار قویه که به طول عمر ما کمک میکنه. علاوه بر اون مزایای دیگری هم داره که عبارتند از باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه، حاوی عنصریه که ما رو از سرطان محافظت میکنه، به تولید طبیعی انسولین کمک میکنه، شروع بیماری آلزایمر رو کند میکنه، به پیشگیری از پوکی استخوان و مبارزه با بیماری‌های قلبی کمک میکنه. پس با توجه به این مسائل ملاتونین یکی از عوامل بسیار مهم در حفظ جوانیه. البته باید توجه داشته باشین که تولید ملاتونین پس از 30 سالگی کاهش پیدا میکنه. ما میتونیم این کاهش تولید رو با موارد زیر جبران کنیم. اولیش داشتن یه رژیم غذایی متعادل و دریافت کلسیوم بیشتره. حمام آفتاب گرفتن، خواب کافی، پرهیز از استرس، الکل، تنباکو و کافئین که همگی خواب شبانه با کیفیت رو مختل میکنن و ما رو از ملاتونین مورد نیازمون محروم میکنن. کارشناسان در پی بررسی این مسئله هستن که آیا تحریک مصنوعی ملاتونین تأثیری بر کاهش روند پیری دارد یا خیر. برخی بر این باورند که راز طولانی کردن عمر ما در بدن خودمون نهفته است. این بخش مربوط به کسانی بود که دچار بیخوابی میشن و دچار در واقع این مسئله میشن که شب نمیتونن خواب عمیق داشته باشن و میرن سراغ قرص ملاتونین. پس اگر که سبک زندگی تو اصلاح بکنی بدنت خودش ملاتونین تولید میکنه و اون ملاتونین برای تو از هر چیزی بهتره. نگرش های ضد پیری. شاید باورتون نشه اما ذهن به قدری قدرتمنده که تأثیرات شگرفی روی بدن و سرعت پیری میذاره. بسیاری از پزشکان و دانشمندان بر این باورند که فعال نگه داشتن ذهن یکی از عناصر کلیدی ایکیگای و تسلیم نشدن در برابر مشکلات زندگی و دست به گریبان شدن با این مشکلات برای حل کردنشون راز جوان نگه داشتن بدن. توی دانشگاه یوشیوا مطالعه انجام شده که نتایج قابل توجهی داشته. افرادی که عمر طولانی تری میکنن 2 ویژگی مشترک دارن. اول نگرش مثبت و دوم درجه بالایی از خودآگاهی عاطفی. به عبارت دیگه کسانی که با دیدگاهی مثبت با چالش‌های زندگیشون روبرو میشن و توانایی بالایی در مدیریت احساساتشون دارن عمر طولانی‌تری خواهند داشت. نگرش رواقیگری یا همون حفظ آرامش در مواجهه با شکست هم میتونه به جوان ماندنتون کمک بکنه. حتی میپرسید چطور؟ نگرش رواقیگری به کاهش سطح استرس و اضطراب شما کمک میکنه و رفتارتون رو تثبیت میکنه. در نهایت نگرش رواقیگری امید به زندگی رو افزایش میده. در مورد نگرش رواقیگری توضیح بدم.
یه شاخه از فلسفه اخلاق شخصی هست، مبتنی بر منطق و مشاهده ادراکات جهان طبیعی. بر اساس آموزه‌های این فلسفه، انسان‌ها به عنوان موجودات اجتماعی باید راه رسیدن به خوشبختی و نعمات رو پیدا کنند و به حالت رهایی از رنج برسن و میل به لذت یا احساس ترس موجب افراط و تفرید توی زندگیشون نشه. انسان‌ها باید هماهنگ با طبیعت، با همکاری و رعایت انصاف و رفتاری عادلانه با دیگران در تعامل باشند. حالا اگه می‌خواید در موردش اطلاعات بیشتری داشته باشید، می‌تونید رواقی‌گری رو سرچ بکنید و متفکرانش رو هم باهاش آشنا بشید. سبک زندگی و نگرش بسیاری از کسانی که تا 100 سالگی و حتی بیشتر عمر می‌کنند تقریباً مشابه همدیگه است. اونا زندگی کاملی داشتن، پر از فراز و نشیب. همگی با نگرش مثبت به مبارزه با چالش‌های زندگیشون مشغول شدن و تا جای ممکن بر تمام مشکلات و موانع پیش روشون فائق اومدن. الکساندر ایمیچ در سال 2014 توی سن 111 سالگی به عنوان مسن‌ترین مرد زنده جهان شناخته شد. میدونست که ژن‌های خوبش تاثیر بسیاری بر طول عمرش گذاشتن، اما از عوامل دیگری که در این امر نقش داشتن غافل نبود. او پس از ثبت نامش تو رکوردهای جهانی گینس در سال 2014 در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: سبک زندگیمون روی طول عمرمون اثر میذاره. در حقیقت اثر اون به اندازه ژن هامونه و یا حتی کمی بیشتر. قصیده‌ای برای عمر طولانی. در طول اقامتمان در اوگیمی، روستایی که رکورد طول عمر گینس را از آن خود کرده بود، زنی که در آستانه 100 سالگی بود، آهنگ زیر رو با آمیزه‌ای از گویش محلی و زبان ژاپنی برامون خوند. من الان براتون میخونم، حالا به زبان ما خیلی شاید شعرگونه نباشه. برای حفظ سلامتی و عمر طولانی کمتر بخورید اما با اشتها. زود بخوابید و زود بیدار بشید و سپس تن به پیاده روی بسپارید. با آرامش زندگی کنید و از سفرتان لذت ببرید. برای حفظ سلامتی و عمر طولانی با دوستانتان نشست و برخاست کنید. بهار، تابستان، پاییز، زمستان، از تمام فصول لذت ببرید. به سنتان توجه نکنید، از دستانتان کار بکشید و مطمئن باشید که 100 سالگیتان را خواهید دید. ایشالله برای همتون آرزو میکنم که 120 سالگیتون رو ببینید و جشن بگیرید کنار عزیزانتون. اکنون ما هم میتوانیم از دستانمان کار بکشیم و این کتاب را ورق بزنیم و شروع به مطالعه فصل بعدی کنیم. فصلی که به بررسی رابطه نزدیک میان طول عمر و کشف هدف و رسالت زندگیمون خواهد پرداخت. خب این پایان فصل دوم کتاب ایکیگای هست که من اون رو به عنوان کتاب صوتی خوندم. من دکتر گیلانی هستم. دعوت میکنم که حتما توی چنل کتاب نخون سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک بکنید و برام کامنت بذارید که کامنت های شما راهنمای منه برای تولید ویدیوهای بیشتر. و منتظر فصل سوم باشید. منم منتظرتونم. فعلا خدا نگهدار.